بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. امید که جور صحتمند باشید. امروز ما بیسیک کماند ها رو کار میکنیم. وقتی از اینکه ما در سیستم لاگین شدیم، بعد از اون ترمینال میایم و چرا نشتم پاسورد می نویسیم. پس WD رو که تایپ کنیم، امو پاسورد که از وقت در سیستم بود امور از ما میخواد بازورم تایپ کنیم با جور میشه. و دیگه اینجا چی هست؟ دستور ls هست که برای لیست کردن همین ls برای دوست که کار نمیدونم که چرا همچون دستور ls برای لیست کردن این فایل ها و دایرکتوری های ما استفاده می شود. قسمی که میبینیم و دیگه بعضی از فانکشن های دیگه هم داره، مثلا ls-x که همین فایل ها رو به صورت ردیفی نشان میدهند. و دیگه یک از دستوراتی هست ls-f بزرگ که این دمی آخری فایل های ما یک علامه مثل سلش هم چیزا رو نشان میدهند. و دیگه کماندی که هست ls-r هستند که همین فایل های ما رو ریورس میکنن، به صورت برعکس نمایش میدهند. و دیگه که هست دستور ls-i هستن -i که همین فایل یا دایرکتوری ما رو به اساس نمبر لیست میکند. و بعد از این دیگه میریم سری دستور mkdir همین فایل ها و دایرکتوری های ما رو میسازد، ایجاد میکنند. مثلا یک فایل میسازیم به نام احمد. خب بعد از این قسمی که میبینید mkdir نامشه یک نام میدیم به نام abc. فایلی به نام abc برای ما ساخته. و بعد از اینکه این ساخته دیگه چی میکنیم؟ cd هستم. cd همین فایل ما رو کپی میکنن. این cd چی میکنه؟ کرسری ما را از یک دایرکتوری به دایرکتوری دیگه برای فرض مثال یعنی cd احمد کرسری ما رو به دایرکتوری احمد میبرم. abc دایرکتوری abc کرسری ما رو برده کنم، قسمی که میبینید. خب بعد از این دیگه داریم rmdir که هست همین دایرکتوری های ما رو حذف میکند. مثلا همین فایل abc رو که ساخته بودیم همین رو پس حذف میکنیم، ریموو میکنیم. rmdir به خاطر هم حذف کردن بود، بیشتر کار نمیکرد، چی رقم شده دوال نشته میکنیم rmdir مثلا دایرکتوری abc که بود همون رو حذف میکنیم. قسمی که میبینید حذف شد. دیگه هست دستوری pwd که دستور اما آدرس دایرکتوری رو برای ما نشان میده. و دستور دیگه که هست uname هستن. uname دستور دیگه که بود نام دستور uname هست که همین معلومات درباره سیستم ما نشان میدهند. مثلا اینجا نشته میکنیم دستور uname فایل چی را همین احمد uname همین فایل چی را خب این دستور یونیم که بود همین معلومات درباره سیستم میداد، درباره خود سیستم معلومات میداد. یونیم درباره خود سیستم معلومات میداد. و uname-a که هست معلومات نشان میداد، معلومات ابتدایی را درباره خود سیستم برای ما نشان میده، معلومات ابتدایی را نشان میده.
و دیگه uname dash i uname dash i همین نام پلتفرمی هاردوری ما نشان میدهن. uname dash s برای ساخت چی نشان میدهد که نام سیستم عامل ما نشان میدهد که از کدام نام استفاده میکنیم. دیگه دستوری چی هست؟ تاج. همین تاج برای ساختن فایل ها و دایرکتور ها از نوی که با پسوند HTML هست یا که با پسوند TXT هست. مثلا یک فایل میسازیم از نام تاج علی دات تاج ریزا دات TXT که یک فایلی به نام ریزا با چی پسوندی دات TXT برای ما ساخته. و دیگه که هست نانو. دستور نانو هست برای دسترسی به یک فایل و معلومات اضافه کردن در آن استفاده میکنیم. مثلا نانو چی بود دیگه خصوص ساخته شد و نانو هست. دستور نانو با خاطر معلومات اضافه کردن هست که نوشته میکنیم نانو ریزا نانو ریزا نوشته میکنیم با لزوم. خب دستور نانو برای دسترسی به یک فایل و معلومات اضافه کردن در آن استفاده میشده. قسمی که گفتیم چیش اسپیل اشتباه شده بود ولی اثر نوشته میکنیم. فرض مثال نانو وقتی که او را چی کن نانو نشته کن داخل از این میشیم و در داخل از این معلومات اضافه میکنیم. فرض مثال Riza is a student. اینجا چی کن با نوشتم ریزا is a student و همین معلومات اضافه میکنیم لیست میکنیم. برای خارج شدن از این کنترل اکس می نویسیم که از این چی خارج شدیم از این صفحه. کنترل اکس و دیگه دستوری که داریم اینجا ln برای ساختن لینک ها استفاده میشن. برای مثال یک لینک میسازیم ln اسپیس احمد باز اسپیس هارد لینک. یک فایل به نام یک هارد لینک به نام احمد ساختیم. هارد لینک این قسمی که میبینید هارد لینک ساخته شد و برای ساختن لینک نرم سافت لینک نوشته میکنیم ln dash space dash s. مثلا نام هارد لینک ما باشد ریزا ln space result.txt چی رو جور دیگه دستوری که اینجا هست از تیپود هست. این تیپود برای استفاده بهتر از ترمینال استفاده می شوند و
بعضی دستورهای اینجا هم در تیپود داریم. برای مثال تیپود بولد که همو چی رو برای ما بولد کرد قسمی که میبینید. دیگه دستوری که هست تیپود کلیر هستن. تیپود کلیر همو کارهایی رو که انجام دادیم در مدت یک چند وقت همو رو برای ما ریموو میکنه، پاک میکنه. و دیگه چی از دستوری هو رو کار میکنیم. هو کسایی که آنلاین باشد به ما نشان میده که کی آنلاین است و کی نیست، چیزا نشان میدهند. و دستور دیگه که هست هو داش یو هست. هو داش یو این دستور همه یوزرهایی که لاگین شده باشد را به ما نشان میدهند. اما اون قسمی که میبینید چند یوزر لاگین شده هستند. و دیگه هو دستوری دیگه هست هو داش ایجی کران. یوزرهایی که آنلاین شده هستن با جزئیات بهتر برای ما نشان میدهند. اما قسمی که چی میبینید. و دیگه دستوری ایکو رو کار میکنیم. ایکو همه پیام ها رو برای ما نشان میده. بر روی اسکرین وقتی یک پیام بخوایم نشان بدیم از ایکو استفاده میکنیم. ایکو من فرض مثال نوشته میکنیم ایکو احمد is good. قسمی که میبینیم رو بر ما نشان دادن. و دیگه چی رو کار میکنیم؟ بیسی توسط این دستور جزئیات اولیه رو برای ما نشان میده. این دستور بیسی هسته که برای چی نشان میده؟ همین جنتری هایی که هسته برای ما نشان میده. جنتری ها نشان میده. و قسمی که دیدید دیگه چی هست؟ همین دستوری بعد از این دیگه همی اگزیت که به خاطر خارج شدن از این ترمینال استفاده میشه.